کی بود میگفت در آمریکا تعمیر لوازم خونگی نداریم؟ الان تسمه این خشک‌کن پاره شده، بریم بندازیم برای مشتری ببینیم چقدر میتونیم پول بگیریم. You are young too? Yeah. Yes. Yeah. Yeah, I know. Not much else. That's good. You can save money. Yeah, you save money. Brakes are expensive. Yeah, absolutely. اینه یه تسمه باریک داره که این خشک‌کنو میچرخونه. یا دو مدل برقی و گازی داره. از اینجا هوای گرم میاد تو، حالا با استفاده از مشعل یا المنت، بعد میاد اینجا هوا میچرخه، خوش میشه. از این دریچه هوای خوب نمداری که از لباس گرفته شده خارج میشه و میره برای بیرون از خونه. از این بهش گفته بودن $130 ازت میگیریم، میایم اینجا میبینیم عیب ماشین خشک‌کنه چیه، بعد بهت میگیم چقدر خرجش. بعد که من اومدم گفتم من تسمه‌شو برات عوض میکنم، همین امروز درستش میکنم، خوشحال شد. بعد بدون اینکه اصلا بهش بگم چقدر بده، خودش $200 داد به من. کلا من 20 دقیقه وقت گذاشتم برای این. تسمه‌ش هم از قبل داشتم تو خونه، میدونستم اینا عیبشون بیشتر تسمه است، چون لباسو پتوی سنگین میندازن توی خشک‌کن، زور میاد تسمه پاره میشه. برای منم خوب بود، 20 دقیقه کار کردم، $200 گرفتم. فنی و با انصاف که باشی توی آمریکا فرصت برای پول درآوردن خیلی زیاده.